سلام، من فاطمه هستم و اومدم با یه ویدیوی دیگه. این هفته سعی کردم که بهترین لحظاتم رو باهاتون به اشتراک بذارم و امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره و اینکه حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید. بریم با هم دیگه ببینیم تو این ویدیو چه خبره. صبح نزدیکای 9 بیدار شدم و حالا روز شلوغ بود برام، چون هم باید میرفتم دانشگاه هم خیلی کار داشتم و دویدم رفتم سر یخچال و یه صبحونه‌ای برای خودم آماده کردم. خام عسل داشتیم، دیگه خام عسل رو برداشتم و برم صبحونه‌مو ترتیب بدم. چای کیسه یار همیشگی من بردم سر میز که دیگه بخورمش و حالا با یه نه چندان قشنگی به صبحونه‌ام برسم. از کدبانوگریام نگم که یهو چای ریخت و یه کاری به کارام اضافه شد. دیگه حالا رفتم سراغ جمع کردن خرابکاریام. اومدم دوربین دیدم از کاری که دارم براتون فیلم ببینم که دوربین چپه شد و منصرف شدم. تادا، اینم از سوسیس تخم مرغی که ما توی خوابگاه زدیم و بعد آماده می‌شدیم می‌رفتیم دانشگاه. اینجا هم آماده شده بودیم و من طبق معمول دوربین رو عمودی گرفته بودم و حالا فیلم خوبی در نیومد از استایلی که برای دانشگاه زده بودیم، هرچند استایل خاصی نیست. دیگه سوار آسانسور شدیم و یه فیلم از توی آسانسور براتون گرفتم که ببینید ما رو از توی آسانسور. این منم، اینم هوریاست و دیگه یه اسنپ زده بودیم که دیرمون هم شده بود طبق معمول و حالا دویدیم بریم سمت اسنپ و سواش بشیم که دیدیم هنوز نیومده و یکم منتظر شدیم اونجا. اسنپی هم اصلا نرمال نبود، اون اسنپ که سوار شدیم اصلا حتی یک ذره. اینجا دیگه یه دانشکده دیگه کلاس داشتیم و بودو رفتیم سمت کلاس. اینم یکی از پیشرفته ترین تجهیزات دانشگاهه که براتون فیلمشو گرفتم. اینجا رسیدیم به کلاس عملی که داشتیم. اینجا هوریا روپوشش رو یادش رفته بود و مجبور شد که از یکی از بچه‌ها روپوش بگیره که اونم از قضا پسر بود و روپوش خیلی براش بزرگ بود و به تنش زار می‌زد. فقط میگفت نگام نکنید و ما هم فقط بهش میخندیم. اینجا منم که خیلی متین وایسادم کنار دوستام و اصلا هم نمیگم که گوش نمیدم به کلاس، ولی واقعیت اینه که اصلا گوش نمیدم. اینم بچهای کلاسن و اینم دستگاهی که باید باش کار میکردیم و اینا همچنان در حال گوش دادن و من در حال فیلم گرفتن. اینم محوطه دانشکده‌مونه که امیدوارم ازش لذت ببرید. براتون حسابی فیلمای خوشگل گرفتم. ببینید چقدر خوشگله. دیگه گفتم بیاید یه سری چیزا بود بعد از روی میز برمی‌داشتیم مثل این نمونه و حالا آزمایش رو روش انجام میدادیم که انجام دادیم و اون نتیجه نهایی هم گرفتیم. هرچند که استاد توی گزارش‌های کارهای قبلی بهمون نمره کم داده بود، اما ما دیگه سعی کردیم که این گزارش رو خیلی بهتر از سری قبل می‌نویسیم و انگیزه خودمون رو حفظ کردیم. اینجا هوریاس که داره چیز می‌نویسه، گزارش می‌نویسه و منم دیگه می‌خواستم برم نمونه‌ها رو پس بدم و بریم از کلاس بیرون. هم جایی که روپوشامون رو عوض می‌کردیم. دیگه از کلاس رفتیم بیرون و دیدم که وای چقدر پله. گفتم من نمیام و آسانسورم گیر کرده بود و دیدیم که آسانسور اومد. گفتن تو برو با آسانسور برو. من رفتم توی آسانسور داشتم خفه می‌شدم. دیگه در اومدم و دیدم که وای دوستامو گم کردم و نیستن. هر جا میگشتم دیدم نیستن. از این برو از اون برو نیستن. میگفتم خدای من که با آسانسور اومدم اونا دیرتر اومدن، پس کجا رفتن؟ دیدم که اومدن سمتم. بعد دیگه رفتیم توی محوطه و هوریا می‌خواست از همون جدا بشه ولی تا یه مسیر با هم دیگه میرفتیم و از محوطه خوشگل دانشگاه لذت می‌بردیم، از گلایی که توی دانشگاه بود. انگارم که تا حالا ندیده بودیم این گلا رو. و اینم از گلا. ببینید گلای دانشکده‌مونه. لذت ببرید دیگه از صحنه‌های دلنشین. که ما بدو باید میرفتیم سر کلاس ولی خب قبلش می‌خواستیم یه تریا چون که خیلی حالمون گرفته بود و نیاز شدید به چای داشتیم. اینا از تریای دانشکده‌مون. میدونم که خیلی مجهزه، میدونم که خیلی دلتون خواست ولی خب دیگه چاره‌ای نیست دیگه.
این فقط مخصوص دانشکده ماست. این هم از تریامون و این هم از قیمتش که براتون گذاشتم. قیمت‌های خیلی منصفانه به نسبت کیفیت افتضاحش داره و دیگه این هم از این. در نهایت ما تصمیم گرفتیم که سراتر کار با یک کراسان و 2 تا چای هم بیاریم و دیگه سر رفتیم سمت کلاس پرمحتوامون، یعنی اندیشه 2. اینجا همه خیلی کسل نشسته بودن چون ساعت 4 عصر بود و تا 6 کلاس داشتیم. اینجا منم که دارم به دوستم پانیز محبت کنم و اینم ما 2 تا سر کلاس که داره حوصله‌مون سر میره. با اینکه من خیلی مخالف اسنپ گرفتن هستم چون تمام موجودی آدم رو صفر میکنه، ولی با اصرار پانیز بالاخره یه اسنپ گرفتیم به سمت خوابگاه چون که سرویس 20 دقیقه بعد میومد. دیگه داشتیم رفتیم سمت خوابگاه و خیلی خسته و کوفته و تاب نداشتیم که دیگه برسیم خوابگاه بریم استراحت کنیم و شام بخوریم. دیدیم که پک‌های صبحانه هم دادن و اینم از پک صبحانه‌مون و اینم از آشی که من سفارش دادم و میتونید ببینید و لذت ببرید. اومدم یه درسی بخونم، یه کاری پیش ببرم توی کتابخونه که شروع کردم به درس خوندن و شبمون به پایان رسوندم. سلام، منو دارید از فردا صبح توی خوابگاه. صبح دلانگیز. من امروز کلاس ندارم و موندم توی خوابگاه که به کارام برسم. اول از همه باید برم یه حمام، یه دوشی بگیرم که سر حال بیام، بعدش برم و به کارهای دیگه هم مثل درسام برسم که هرچند فکر میکنم که امروز کاری نتونم پیش ببرم چون ورودیای جدید میان و چه بخوام و چه نخوام خوابگاه شلوغ بلوغه و درگیرم با آدمای جدید که یه درسی بخونم بلکه یه کاری پیش ببرم. اینجا دارم روانشناسی خیر سرم میخونم که اصلا هم نخوندم، فقط یه نگاهی سطحی بهش کردم و اصلا ازش خوشم نمیاد. خیلی روز بعدی داشتم، اصلا به کارم نرسیدم، ورودی‌های جدید اومده بودن، تماما مشغول اونا بودم و دیگه تصمیم گرفتم بیام کتابخونه. سلام، من دارید از فردای اون روز توی کتابخونه دانشگاه که اومدم یه کاری پیش ببرم، هرچند که حالا خیلی هم کیفیت نداره وقتی میرم کتابخونه و کاری پیش اونقدر نمیبرم، اونقدر راندمان نداره، ولی خب بهتر هیچی. یه سری درسامو خوندم و واقعا آخراش دیگه حس میکنم داره مغزم منفجر میشه. یعنی من آدم نیستم که بتونم بکوب یه روز تموم بشنم باشه درس و اون آخر فکر میکردم که واقعا ذهنم و مغزم داره متلاشی میشه. پس دیگه زنگ زدم به دوستم که با هم دیگه بریم بیرون و یه تابی بخوریم. دیگه من رفتم سمت دوستم که با هم دیگه بریم یه کافه و حالا یه جای جدید قرار بود بریم. اون جایی که می‌خواستیم بریم برای من جدید نبود ولی برای دوستم جدید. یه جای حالتی بود که روف گاردن تور بود و ویوی خوبی داشت. حسابی گرسنه بودیم و تصمیم گرفتیم غذا سفارش بدیم، ولی حالا 2 تا غذا سفارش دادیم، نصف کردیم و خوردیم. غذاش خوب بود و بعدش دیگه من رفتم سمت خوابگاه و دیگه شروع کردم به درس خوندن. یکم درس بخونم. بچه‌ها من درس خون نیستم ولی خب یه مجبورم درس بخونم. اینجا دیگه وقتی دارم از خونه برمیگردم، رفته بودم خونه و برگشتم خوابگاه. اینجا دیگه وسایلم دارم میچینم و اینم دیگه شبتون بخیر. اینم از ولاگ هفتگی من، امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.